سلام، امیر هستم از مونگارد. توی این ویدیو میخوام در رابطه با دو تا متد خیلی پرکاربرد توی پایتون بهتون توضیح بدم به اسمهای داندر ریپر و داندر استیار. این دو تا متد داندر ریپر و داندر استیار توی شیگرای پایتون خیلی زیاد استفاده میشن و برای شما 100% لازمه که این دوتا رو بفهمید که چی کار میکنن. این متد داندر ریپر و داندر استیار هر دوتاشون یک کار رو انجام میدن، اما اهدافشون متفاوت هستش. متد داندر ریپر و داندر استیار برای نمایش اطلاعات یک آبجکت استفاده میشن. فرض بگیرید که شما یک آبجکتی دارید، بعد میون آبجکت رو پرینتش میکنید، میخواید ببینید که مثلا داخل اون آبجکت چی هستش. توی این حالت این متد استیار یا ریپر برای شما فعال خواهد شد. منتها هدفهاشون متفاوت هستش. متد داندر ریپر معمولا برای نمایش اطلاعات یک آبجکت به دیولپرها استفاده میشه، اما متد داندر استیار برای نمایش اطلاعات یک آبجکت به افراد معمولی استفاده میشه که حالا اینا رو بهتون میگم که منظورم چی هستش. حالا ببینید، من اومدم برای خودم یک کلاسی ساختم به اسم پرسن که داخلش متد اینیت رو پیاده سازی کردم. داخلش دارم نیم و ایج رو میگیرم و اینها رو ذخیره میکنم. فرض بگید که الان من بیام از این کلاس پرسنی که دارم یه دونه آبجکت جدید ایجاد بکنم به اسم پی و مقادیر نیم و ایج رو براش ارسال بکنم. خب الان من یه دونه آبجکت ساختم از کلاس پرسن به اسم پی. میام اینجا این آبجکت پی که ایجاد کردم رو پرینتش میکنم. میخوام ببینم داخل این پی چی هستش. اگر اجرا بکنم کدم رو، خروجی رو بر من به این شکل میاره. میگه یک آبجکتی از کلاس پرسن هستش که توی این آدرس از مموری ذخیره شده. خب الان اگر دقت کنید، خروجی که به ما نمایش شده خیلی خروجی ساده و تقریبا میشه گفت به درد نخوری هستش. ما معمولا این چیزی که اینجا به ما نمایش میده به دردمون نمیخوره و برامون فایده ای نداره. پس میام چیکار میکنیم؟ پس میام یا متد ریپر یا متد استیار رو پیاده سازی میکنیم تا نحوه نمایش اطلاعات یک آبجکت رو تغییر بدیم. مثلا من میام اینجا برای خودم متد استیار رو فعال میکنم. داخل متد استیار شما هر چیزی که ریترن بکنید رو توی خروجی اون آبجکت نمایش میده. مثلا من اینجا ریترن میکنم، میگم که self.name رو مثلا ریترن بکن. خب اینجا من دارم رفتار پیشفرض پایتون رو تغییر میدم. میگم اگر از این کلاس پرسن یک آبجکتیش رو ما خواستیم اطلاعات داخلش رو ببینیم، دیگه اون خروجی پیشفرض خودت رو نشون نمیدی. میای خروجی که میای اطلاعاتی داخل استیار ریترن شده رو برای ما نمایش میدی. الان اگر کدم رو اجرا بکنم، میبینید که self.name رو داره برای ما چاپ میکنه و دیگه اون خروجی که مربوط به خود پایتون بود رو دیگه به ما نمیاره. میبینید؟ پس خاصیت متد استیار دقیقا همینه. وقتی شما یک آبجکت رو چاپ میکنید، میخواید اطلاعات داخلش رو ببینید، این استیار فعال میشه. حالا من میام این رو کامنتش میکنم. به جای استیار میام متد ریپر رو فعال میکنم و پیاده سازیش میکنم. اینجا دوباره میگم ریترن کن برای من مثلا یه دونه اف استرینگ رو و میگم که ریپر و داخلش مثلا self.name رو می نویسم. خب حالا که من اومدم اینجا میگم پرینت کن پی رو و این کدم رو اجرا بکنم، میبینید که این دفعه برای ما متد ریپر فعال میشه. وقتی متد استیار وجود نداشته باشه، اولویت با متد ریپر هستش و متد ریپر این دفعه برای ما فعال میشه. خب حالا اگر هر دوتاش وجود داشته باشن چی؟ اگر هم متد استیار رو داشته باشیم هم متد ریپر رو داشته باشیم، کدوم برای ما فعال میشه؟ متد استیار برای ما فعال میشه. پس اولویت متد استیار بالاتر از متد ریپر هستش. این از این. خیلی خوب. حالا بیایم توی حالت مفسر پایتون این کدی که اینجا دارم رو اجرا بکنم. نگاه بکنید، من الان یک کد، این کدی که اطلاعات داخلش نوشتم اسمش one.py هستش و من داخل ترمینال cd میکنم، داخل دسکتاپ میرم داخل پایتون. اینجا من فایل one.py رو دارم، همین فایلی که الان اطلاعات داخلش نوشتم. من میخوام با استفاده از مفسر پایتون این کدم رو اجرا بکنم. میام پایتون رو صدا میزنم، میگم فایل one.py رو اجرا بکن. منتها قبل از این که این رو اینتر بزنم و اجرا بشه، از
هایفن آی استفاده میکنم که بره رو حالت اینتراکتیو. اینتر که بزنم پایتون 3 رو باید داخل ویندوز صدا بزنم. خب دستورم این شکلی شد، پایتون 3 هایفن آی وان دات پای. این میره تو حالت اینتراکتیو، یعنی وان دات پای رو اجرا میکنه، بعد میره تو حالت تعاملی که باز بتونیم مثلا با این فایل کار بکنیم. اینتر که بزنم به این شکل برای من اتفاق میفته. الان این کلاس پرسن ایجاد شده، بعد آبجکت پی هم ساخته شده داخل ترمینال. حالا اینجا من اگر بیام بگم پرینت کن برای من پی رو، این آبجکتی که ساختیم رو من با استفاده دستور پرینت اجراش میکنم، میبینید که متد str برای ما فعال میشه. خب اما اگه بیام فقط متد پی رو صدا بزنم بدون دستور پرینت، این رو اینتر بزنم، متد ریپر برای من فعال میشه. چرا این اتفاق میفته؟ خب توی مفسر پایتون قضیه یه مقدار فرق میکنه. پایتون فرضش این هستش که این دستور پرینت برای کاربرهای معمولی هستش، کاربرهایی که زیاد برنامه‌نویسی بلد نیستن، ولی این یکی رو میذاره برای حالت پیشرفته تر و این رو مثلا میگه که کاربرها معمولا مثلا برنامه‌نویس هستن و دانش برنامه‌نویسی بیشتری رو داخل خودشون دارن. این فرق‌ها رو حواستون باشه. بعد یک نکته هم داشته باشین، نگاه کن این متد str و ریپر متدهای خودشون رو هم دارن. یعنی من میتونم بیام اینجا بگم متد str p، اینتر که بزنم متد str رو برای من فعال میکنه، داندر str رو برای من فعال میکنه. بعد ریپرش رو هم داریم، مثلا میگم ریپر پی رو برای من صدا بزن، یعنی برو داخل آبجکت پی متد داندر ریپرش رو برای من اجرا بکن. اینتر که بزنم متد داندر ریپرش برای من اجرا میشه. اوکی، این است. خب شما با متدهای داندر str و ریپر آشنا شدید و فهمیدید که اینها چجوری کار میکنن. حالا اینا بگیم که خب تفاوتشون چی هستن. تفاوتشون رو بهتون گفتم. داندر ریپر برای زمانی استفاده میشه که شما بخواد یک خروجی رو به افرادی نشون بدید که میدونید دانش بالایی دارن، مثلا برنامه‌نویس هستن. متد SDR برای زمانی استفاده میشه که شما بخواید اطلاعاتی رو به افراد معمولی ارسال بکنید، یعنی افرادی که دانش برنامه‌نویسی زیادی ندارن یا کلا هیچ دانشی از برنامه‌نویسی ندارن یا هیومن ریدیبل هستش. خب حالا اینجا من نمونه واقعیش رو بهتون نشون میدم. من پایتون 3 رو صدا میذارم، اینتر که بزنم میام داخل مفسر پایتون. اینجا من اول ایمپورت میکنم دیت تایم رو، ماژول دیت تایم پایتون رو ایمپورت میکنم. بعد میام از این یه دونه اینستنس میسازم، میگم datetime.datetime.now. اینتر که بزنم از این متد now برای من یه اینستنس از این متد now ساختم. خب حالا بیام چیکار میکنم؟ من میگم now رو برای من صدا بزن، اینتر که بزنم نکنید به این شکل اطلاعات رو برای من میاره. اینی که اینجا میبینید متد داندر ریپرش هستش. اگر بگم برای من پرینت کن متد now رو، اینتر که بزنم حالا برعکس میشه. حالا فقط داره خروجی رو به این شکل برای من میاره. اگر دقت بکنید وقتی ما داریم از پرینت استفاده میکنیم و متد استرینگش فعال میشه، خروجی که برای ما میاره خیلی هیومن ریدیبل هست، یعنی درکش برای افراد معمولی ساده هستش. خب الان مثلا این چیزی که اینجا هستش رو شما به یک انسان کاملا معمولی که اصلا با کامپیوتر آشنا هم نیستش نمایش بدید، خیلی سریع میفهمه که این یک تاریخ هستش، این تاریخ، اینم زمانش هستش. اما این یکی وقتی ما نو رو صدا زدیم خروجی رو داره به این شکل برای ما میاره. خب این رو شما اگه به یک آدم معمولی نشون بدی نمیفهمه که چی هستش و میمونه که مثلا datetime یعنی چی. اما اگر همین رو به برنامه نویس ارسال بکنید نشون بدید، خیلی سریع میفهمه که دارید از یک لایبرری مثلا تاریخ و زمان دارید استفاده میکنید. خب پس هدف متد داندر استیار و داندر ریپر اینجا مشخص میشه. ما داندر ریپر رو برای زمانی استفاده میکنیم که بخوایم خروجی رو به یک برنامه نویس نمایش بدیم. متد استیار رو هم برای زمانی استفاده میکنیم که خروجی رو بخوام به یک انسان معمولی نمایش بدیم. الان مثلا فرض بگیرید که یک برنامه نویس اومده این ناو رو صدا میزنه، خب و توی کد شما این رو بهش نشون میدید، توی آبجکتی که دارید مثلا این رو بهش نشون میدید. خب برنامه‌نویس تعجب میکنه، میگه خب اینو برای چی به من نشون داد؟ این به درد من نمیخوره که. میخوام چیکار؟ مثلا من میخوام ببینم از چه متدها و چه کلاس‌های استفاده شده.
و این رو اگر بهش نشون بده، برنامه نویس نشون بده، خب بهتر درک میکنه قضیه رو. اوکی هستش. حالا اینجا من میتونم سورس کدش رو بهتون نشون بدم. من ایمپورت میکنم، البته میگم که from datetime ایمپورت میکنم datetime رو، و اگر بیام داخل کلاس datetime اینجا ما متد str و ریپر رو 100% داریم که بخوام بهتون نشون بدم. ظاهرا نداریم. این آشنا کنیم، ما متد ریپر رو داریم که داره به این شکل کار میکنه. متد str رو داریم که میبینید خیلی ساده هستش، فقط خروجی رو میاد برای کاربر نشون میده. اینجوری هستش. حالا فرض بگید که شما دارید یک لایبرری میسازید، دارید یک کتابخانه میسازید. خب یک کتابخانه برای پایتون دارید میسازید. اگر دارید یک کتابخونه مثلا میسازید، خب میدونید که کاربرهایی که میاد از اون کتابخونه شما استفاده میکنند کاربرهای با دانش بالا هستن، برنامه نویس هستن. پس شما توی خروجیتون حتما باید همچین چیز رو نشون بدید. اگه مثلا دارید یک کدی میسازید که بقیه افراد معمولی قرار استفاده بکنن، باید توی خروجیتون این رو نمایش بدید. خب این رو حواستون باشه. حالا این که از کدوم استفاده میکنید دیگه کاملا به خودتون ربط داره. حالا نگاه بکنید، من یه کد دیگه بهتون نشون بدم الان به ذهنم رسید. ما وقتی داریم از تریدینگ پایتون استفاده میکنیم، میایم از کلاس ترید استفاده میکنیم. داخل این کلاس ترید اگر شما بگردید اینجا متد ریپر رو پیدا میکنید. اما داخل این کلاس شما هر چقدر که بگردید باز متد str رو پیدا نمیکنید. متد str اصلا وجود نداره. چرا متد str رو کلا پیاده سازیش نکردن؟ چون متد str اینجا اصلا به درد نمیخوره. هر کسی که میاد از این کلاس ترید استفاده میکنه برنامه نویس هستش، و وقتی ما میخوایم خروجی رو به برنامه نویس نشون بدیم باید اطلاعات تخصصی رو بهش نشون بدیم. پس اینجا متد str رو فقط، متد ریپر رو فقط پیاده سازیش کرد. دیگه متد str رو اینجا کلا نداریم، چون کاربر معمولی قرار نیست بیاد از این کلاس استفاده کنه. کاربری که برنامه نویسی بلد نیست هیچ وقت نمیاد از این کلاس استفاده بکنه. پس کلا به متد ریپر احتیاجی نداریم. این است. حالا این که شما کدوم رو پیاده سازی بکنید به نیازتون بستگی داره. اگه میخواید به برنامه نویس نشون بدید متد ریپر، اگه به کاربر معمولی میخواید نشون بدید متد str. حالا چجوری باید اینا رو پیاده سازی بکنید؟ وقتی اینا رو دارید می‌نویسید نحوه نوشتنش هم مهمه. توی متد str شما خیلی ساده میاد یک سری اطلاعاتی که فکر میکنید به درد کاربر معمولی میخوره رو بهش نشون میدید. مثلا میگید که من اینجا مثلا ریترن میکنم، میگم که self dot name is self dot age years old. میام یه همچین کاری رو انجام میده. یعنی مثلا من اگر بیام اینجا بگم پرینت کنم برای من پی رو و اینو اجراش بکنم، میبینید که خروجی رو خیلی تر و تمیز به ما نشون میده. خروجی پی رو برای ما خیلی تر و تمیز نشون میده. الان اگه کاربر معمولی این رو ببینه کلی حال میکنه و کلی اطلاعات دستگیرش میشه. حالا متد ریپر رو چجوری پیاده سازی میکنید؟ متد ریپر رو یک شکل خاصی باید پیاده سازی بکنید اگر میخواید که مثلا مثل همه کد بنویسید. معمولا داخل متد ریپر وقتی میخواید یک خروجی رو نمایش بدید، اول اسم کلاس رو مینویسید که بفهمیم این آبجکتی که اینجا هستش برای کدوم کلاس هستش. یعنی مثلا میگم از کلاس پرسن هستش. بعد یه دونه پرانتز میذارید، داخل این پرانتز چند تا از اون اتریبیوت هایی که چند تا از اون پراپرتی هایی که به درد بخور هستن و مهم هستن رو اینجا نمایش میدید. مثلا من میگم self dot name رو نمایش بده، بعد self dot age رو نمایش بده. میبینید این کار رو انجام میده. به این شکل میام متد ریپر رو پیاده سازیش میکنم. حالا اگه بیام اینجا بگم مثلا ریپر پی رو برای من نمایش بده و اجراش بکنم، کنید این شکلی داره برای من خروجی رو میاره. الان این خروجی که اینجا هستش مناسب یک برنامه نویس هستش، داریم اطلاعات تخصصی رو توش ریترن میکنه. منتها اگه میخواد یه مقدار حرفه‌ای‌تر باشید، اسم کلاس رو مستقیما اینجا نمی نویسند. اسم کلاس رو اینجا هارد کد نمی کنن. این رو چیکار میکنید؟ میاید از اتریبیوت self dot dunder class dot
داندر نیم استفاده میکنید. این چیزی که اینجا نوشتم به شکل اتوماتیک میاد اسم کلاس رو برای ما میاره. حالا اگر اجراش بکنم میبینید که الان باز داره به درستی برای ما کار میکنه. به این شکل هستش. این از این. با ریپر و استیار آشنا شدید، تفاوتشون رو هم دیدید که چقدر مهم هستش. توی کد هاتون هم حواستون باشه که اینها رو جابجا استفاده نکنید. استیار برای کاربرهای معمولی، ریپر برای کاربرهای تخصصی اطلاعات رو باید نمایش بده. بعد اینجا مثال بهتون نشون دادم که داخل ریپر این همه کار داره انجام میده تا بتونه یک کد یک سری اطلاعات مفید و تخصصی رو به برنامه نویس هدف نشون بده. معمولا متدهای استیار خیلی ساده تر هستند. این از این. حالا من یه نمونه کد دیگه هم دارم که اینجا نمیدونم متد استیار رو داشته باشه یا نه، خودم هنوز ندیدم این رو. نکنه نیم سیگنال اینجا باز دوباره متد ریپر رو فقط پیاده سازی کرده، چون این کلاسی که ما اینجا داریم باز دوباره فقط هدفش برنامه نویس ها هستند. آره این از این. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خسته نباشید.